با هم اومده شیم بریم شمال با 2 تا دختر عقده‌ای یه درس حسابی بهشون بدم. انقدر تو مسیر عقده‌ای بازی در آوردن که رفتیم سراغ نقشه‌های شوم حسین سلامی. شکلیه بریم یه جای خفن بریم یه جای سخت. بابا دیگه ویلا خفن‌تر از این صندلی ماساژ. ویلا واسه رفیق امینا بود ولی ما گفتیم اجارهش کردیم. ما این قیمت داره اینجا. ویلای دیگه بگیریم. گرفتیم تمام شده بابا پارکینگو بزن ولشون کن بابا. ویلا استخدار شما همیشه میگیریم. خلاصه رفتیم خرید 16 میلیون تنقلات فقط خریدن چیزایی که خونه پدرشون هم ندیده بودن. آدم بیاد شما نره غذای دریایی رستوران خفن. بشین بیا. ببخشید بچه‌ها. داداش بچه‌ها میگن بریم غذا دریایی بزنیم. بخوریم. حالا حتما بعد دریایی باشه. آره دیگه. عادت دارن دیگه حسین میریم پیدا می‌کنیم. برای شما بردنمون جایی که حتی اسم غذاهاش هم نمیدونستن چی. حسین که عاشق غذا دریایی اصلا تو هفته 2 بار منو میبره رستوران. حالا دیگه صبح شده و وقت رفتنه. البته دوتایی اونا موندن و پول اجاره ویلای رفیق امینا و کارت ملیاشون که اول به بهونه شهرکی بودن ویلا دادیم به کارگر ویلا. ولی داداش خدایی ما بیا دیگه ویلاتونو خیلی گرون میبین خدایی. کارت ملیشو بهش دادن دست شکور دیگه بابلو بزنم بعد کارت ملیشونو پس بده. دونی من بیشتر قراره بزنه. دونی شام بخوریم برای شام عقده‌های باباتو نباید بیای با ما برطرف کنی که عقده‌های تو خونه باباتو. ما رسیدیم تهران و پولم واریز شد. برای تجربه پیشرفت فالو یادتون نره.